سلام، امروز اومدم داستان دختری به اسم شیرین رو براتون تعریف کنم. شیرین در سال 1391 زمانی که کمتر از 18 سال سن داشت همه آرزوهاش به باد رفت، چون توی اون زمان فردی به صورت اون اسید پاشید. اکنون با چشمی که بیناییشو از دست داده، با گوشی که شنواییش رو از دست داده، منتظر حکم قصاص اون فرد اسیدپاش هستش. شیرین در گفتگو با خبرنگارها داستان رو اینطور تعریف میکنه که نخستین روز سال 1391 بوده که 8 ساعت بیشتر از سال نو نگذشته بوده و همون موقع جمشید که با اون دوست بوده و متولد سال 1366 بوده باهاش تماس میگیره و از اون میخواد که با همدیگه ملاقات داشته باشن. جمشید را پسر مورد علاقهش عنوان کرد که حدود 2 سال با یکدیگر در ارتباط بودن و ادامه داد مدتی بود که رابطه‌ام را با جمشید به هم زده بودم و شاید به خاطر همین بود که او با طرح ادعاهای مختلف بالاخره من را راضی کرد که در یکی از پارک‌های تهران سر با هم ملاقات داشته باشیم. شیرین ادامه میده که اون روز برای آخرین بار خودش رو توی آینه نگاه میکنه و لباسهاشو پوشیده بوده. سپس میره به یکی از همون پارک‌ها و توی آلاچیق میشینن و با یکدیگر صحبت میکنن با همون جمشید. و بعد متوجه میشه که توی دست جمشید یک ظرفی هستش که انگار توی اون ظرف مثلا مواد شوینده ریخته باشن. بعد شیرین از اون میپرسه که این چیه که توی دستته و جمشید در جواب میگه که این مشروبه و من میخوام اون رو به تو بدم که تو بخوری. ولی شیرین پس از اینکه این حرف رو میشنوه امتناع میکنه که درست توی همون لحظه جمشید این ظرف رو به صورت شیرین میریزه که توی این ظرف در واقع همون اسید بوده. همچنین شیرین این رو میگه که جمشید توی دادگاه مدعی شده که در واقع این اسید رو در اول از یکی از دوستاش گرفته بوده و بعد میاد روی دست خودش امتحان میکنه و میبینه که کارایی لازم رو نداره، برای همین اون رو کنار میذاره و میره یک اسید قوی تر از جای دیگه‌ای در واقع تهیه میکنه. و همچنین شیرین میگفتش که خانواده جمشید اومدن و از اون درخواست رضایت کردن، ولی اون